درود به همه شما عزیزان. من عرفان حسینی هستم. اینجا پازل بی‌نهایت. به کانال من خیلی خیلی خوش اومدید. ایران کشوری با تنوع قومی بسیار زیاده، از کرد و لر و بلوچ گرفته تا گیلک و مازندرانی و عرب و غیره. طبق آمار حدود 10% مردم ایران کرد زبان، 16% آذری زبان و حدود 60% فارسی زبان هستند. این تنوع نشون میده که همزیستی قومی در ایران یک واقعیت تاریخیه. با این وجود چرا با یک قومی خاص مثل افغان‌ها جور دیگه‌ای رفتار میشه؟ این یه حقیقته، من نمیخوام سوگیری بکنم، اما قطعاً توی فضای یا رسانه‌ها دیدید که مردم یک گارد خاصی نسبت به این قوم دارن، جور دیگه‌ای باشون رفتار میکنن، بعضن خیلی سختگیرانه و حتی. تو این ویدیو قراره یه سری آمارها رو با هم بررسی کنیم بدون سوگیری. قرار نیست تو این ویدیو من هیچ سوگیری داشته باشم از مردم افغان دفاع کنم یا از مردم ایران، چون در هر صورت هر دو طرف توجیه‌های خودشون دارن. پس قراره صرفاً با هم یه سری آمارها رو بررسی کنیم. قراره بریم یه سری کشورها رو ببینیم وضعیتشون به واسطه مهاجرینی که وارد کشورشون شدن چه اتفاقی افتاده. اول از همه از کشورهای منطقه خودمون شروع می‌کنیم، یعنی خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس. برای شروع میریم سراغ کشور قطر. قطر و امارات همیشه سیاست‌های مهاجرپذیری خیلی بازتری داشتن نسبت به کشورهای دیگه. من جمله قطر حدود 85% از کشورش رو مهاجران تشکیل دادن و این مهاجرین نقش کلیدی توی اقتصاد کشورشون داره. همچنین دبی که یکی از پیشرفته‌ترین و توریست‌ترین شهرهای دنیاست، حدود 80% جمعیتش رو مهاجرین تشکیل دادن و یک نقش کلیدی در اقتصاد این شهر بزرگ دارن. حالا بریم سراغ کشورهایی که تو دنیا یکتازن، پیشرفتن و از همه معروفترن. اول از همه میریم سراغ آمریکا یا ایالات متحده آمریکا. همونجور که میدونیم نقش مهاجرین توی اقتصاد آمریکا بسیار بسیار مهم و کلیدیه. حدود 45% از شرکت‌های بزرگ آمریکایی رو مهاجرین یا فرزندان مهاجران تأسیس کردن. از جمله شرکت‌هایی که قطعاً اسمشون رو شنیدید میتونیم از گوگل، مایکروسافت، البته مایکروسافت مدیر فعلیش یک مهاجره، توسط مهاجرین تأسیس نشده. از شرکت‌های دیگه میشه به ایبی که توسط یک ایرانی الاصل به اسم پیر امیدیار تأسیس شده و اینتل، اوبر و حتی تسلا. شاید فکر کنید مؤسس تسلا که ایلان ماسک باشه آمریکاییه، ولی ایلان ماسک در واقع یک مهاجر از اهل آفریقای جنوبی هستش. کشور بعدی که می‌خوایم بررسیش کنیم کشور آلمان هستش. کشور آلمان تو سال 2015 بیش از 1 میلیون مهاجر پذیرفت که این میزان مهاجر نقش خیلی مهمی توی رفع نیاز نیروی کار و توسعه اقتصادی آلمان داشتن. آمارها و نمودارها نشون داده که کلاً کشورهایی که مهاجرپذیر هستند رشد اقتصادی خیلی بهتری داشتن و تونستن که نرخ تولید ناخالص داخلیشون رو افزایش بدن. حالا برگردیم به کشور خودمون یعنی ایران. بیایم بررسی کنیم ببینیم که واقعاً مهاجرین افغان چه تأثیری توی اقتصاد و توسعه کشورمون دارن. آیا واقعاً به ضرر ما باید اخراجشون کنیم یا میتونیم باهاشون همزیستی کنیم و به سود ما باشن؟ مهاجرین افغان عموماً توی بخش‌هایی مثل ساخت و ساز، کشاورزی و خدمات مشغولن. طبق آمارهای رسمی بیش از 70% نیروی کار ساخت و ساز توی شهرهایی مثل اصفهان، مشهد و تهران رو نیروی کار افغان تشکیل میده. یه مطالعه تو سال 1399 انجام شده و بررسی کردن و دیدن اگر ما مهاجرین افغان رو از اقتصاد کشورمون حذف کنیم یه سری صنایع کلیدی کشورمون با کمبود تولید خیلی زیادی مواجه میشه. با این وجود همچنان مردم ما یه گارد خیلی زیادی نسبت به مهاجرین افغان دارن و طبیعیه. ببینید ما کشورمون سازوکار درستی نداره، غیر قابل انکاره و خب وضعیت جالب نیستش، اقتصادمون، مدیریتمون، حالا غیر. با این وجود وقتی یک افغانی میاد یه جرمی توی کشور ما ارتکاب میشه رسانه‌ها خیلی زوم بیشتری روش میکنن و این بازم طبیعیه.
چرا که یک بیگانه اومده تو کشور ما یک جرمی رو مرتکب شده. و جالب بدونید که اگه بخوایم آمار رو بررسی کنیم، آمار جرم جنایت مهاجرین افغان حتی پایین‌تر از ایرانی ها محسوب میشه نسبت به جمعیتشون. و این کاملا این کلیشه رو که افغانی ها شاید جنایتکارن، دزدی میکنن و از این حرفا کاملا رد میکنن. و خب من حالا بخوام از آمارم صحبت کنم، بازم قطعا دیدید توی فضای مجازی یا بقیه پلتفرم ها کوچکترین خبری از مهاجرین افغان میشه، سریع توی کامنت ها میبینیم که اخراج فوری، اخراج افغان ها، برگردیم به کشور خودتون و از این حرفا. بازم نمیشه خورده گرفت، این یه موضوع طبیعیه. ناسیونالیسم و هویت ملی و این چیزا وجود داره. در هر صورت یه سری از آدما توی ایران نگرانن که شاید افغانی ها انقدر زیاد بشن توی ایران که بخوان جای ما رو بگیرن و مشاغل ما رو اشغال کنن. افغانی ها بودن تخمین میشه بین 5 تا 8 میلیون نفر توی ایران زندگی میکنن. یه تخمین حدودیه، آماره مختلفی هستش توی سایت های مختلف. با این وجود خیلی بعیده که این میزان از افراد توی جامعه که بیشتر هم توی مشاغل خدماتی و کشاورزی و ساخت و ساز مشغولن بتونن که مشاغل اساسی و تخصصی رو از ایرانی‌ها تصاحب کنن. حالا بازم ممکنه که اینجا سوال پیش بیاد، حالا اگه تصاحب کنن چه فرقی میکنه؟ مثلا توی آمریکا خیلی از مهاجرین اومدن اقتصادهای شغل‌های خیلی زیادی رو از آمریکایی‌ها دزدیدن. مثلا گوگل توسط یه مهاجر از روسیه تأسیس شده. حالا نمیخوام وارد خیلی این بحث ها بشم، نمیخوام سوگیری داشته باشم، چون میترسم از اینکه کلی هیت بدونم و داستان میشه کلا. چون قطعا من حالا هر چقدر حرف بزنم باز هم ما سوگیری های خودمون رو، گارد خودمون رو نسبت به مهاجرین افغان، مخصوصا افغان ها داریم. و کلا اصلا کلمه افغانی یه جور بار منفی پیدا کرده. به نظر من یکم ناراحت کننده است. چرا؟ چون ایران و افغانستان توی طول تاریخ طی بسیاری از دوره‌ها تحت حاکمیت مشترک بودن و حالا طی یه سری اتفاقات توسط انگلیس روباه، مکار، از ایران جدا میشه و این دلخوری‌ها به وجود میاد که از 2 ملت متحد، 2 قوم، 2 که نمیشه گفت، خب خود ایران از قوم‌های مختلف تشکیل میشه. ولی شما اگه بخواید بررسی بیشتری بکنید میبینید که ادبیات، موسیقی و هنر افغانستان و ایران پیوند خیلی عمیقی با هم دیگه دارن که این خودش خیلی بیشتر ناراحت کننده میکنه این موضوع که اینقدر بین ایرانی ها و افغانی ها استحقاق زیادی وجود داره. در نهایت خودتون چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که باید آیا افغان ها رو اخراجشون کرد یا میتونیم باهاشون همزیستی کنیم؟ آیا میتونن به سود ما باشن یا به ضرر ما باشن؟ لطفا توی کامنت ها برام نظرتون حتما بنویسید، منم قول میدم بهشون جواب بدم و با هم یه گپی بزنیم راجبش. و اینکه حالا اگه من میخوام تخصصی‌تر صحبت کنم که خیلی عمیق میشه، برمیگرده به مباحثی مثل ناسیونالیسم و هویت ملی و هویت جهانی رو، اینکه اصلا مرزها حقیقی هستن یا قراردادی، یا کلا آیا ناسیونالیسم اصلا درسته، ما به ملیگرایی نیاز داریم یا نه، منسوخ شده یا نه. نمیخوام زیاد واردش بشم، تا همینجا کافیه. پس ممنون میشم برام نظراتتون رو بگید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، دیگه اینا رو لازم نیست بگم. انرژی خوشگل بدین بهم تا بتونم بیشتر فعالیت بکنم. امیدوارم که تا اینجای ویدیو رو دوست داشته باشید. سعی کردم خیلی کوتاه و مختصر باشه. در نهایت تصمیم گیری درباره مهاجرا باید بر پایه آمار و یه قوانینی باشه، نه بر پایه تعصبات و نگاه‌های ملی گرایانه. چون ما یه ملی گرایی خوب داریم، یه ملی گرایی بد داریم. دیگه نمیخوام بیشتر از این ادامه بدم. تا همینجای ویدیو مرسی که با من بودید. اینجا پازل بی‌نهایت و من عرفان حسینی هستم. امیدوارم دوست داشته باشید.